سلام دوستای گلم، به قسمت سوم از تخم شمسی که من خریدم خوش اومدید. خب این عکس روش متعلق به یه کارتونه که من واقعا ندیدم، نمیدونم چه کارتونیه. گفتیم که اولی از جالب نبود ولی دومی بهتر بود. حالا بریم باز کنیم ببینیم داخل این چیه. ذره سفته. خب ببینیم چیه داخلش. نمیاد بیرون. دوباره یه ستاره دیگه. چقدر بامزه است. چه هلیکوپتر. دوباره یه مداد. شاید اگه 12 تا بخری جمع مداد رنگیش کامل بشه. آها حالا فهمیدم چرا عکس روشون مداد رنگیه و هر کدوم یه رنگه. اینا منظورش اینه که 12 تا بخرید که مداد رنگی کامل شه. خب و این هم یه چیز عجیب غریبه، شبیه قایقه. خب شبیه قایقی که بادباناشو باید ما هم دیگه بس کنیم. خب اینم از سومیشون. بذاریم داخلش. نمیدونم اینا چیه. فکر کنم آویزون میشه از یه جایی. این خیلی خوشگل بود. بذاریم بعدش.